سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه مخصوصا تو این روزا. من نیما میری هستم و قراره که مسئله 6 رو براتون حل کنم. خب ما اول صورتحساب مرور کنیم. ما یه حراج با چند شی یکسان داریم. ما قرار کات شی یکسان رو حراج بذاریم و هر کسی هم خریداری هم حد اکثر یه دونه، بیشتر نمیگیره. قسمت الف گفته یه حراج صادقانه پیشنهاد بدین و از لم مایرسون هم استفاده کنید. قسمت ب گفته که هر کسی در واقع اون ارزشی که برای هر دونه از اون کالاها در نظر داره یا اون وی آیه از یه توزیع یک نواخت 0 و 1 میاد. حالا یه پیشنهاد بدین برای حراج صادقانه که بیشترین درآمد رو برای برگزار کننده حراج داشته باشه. خب ما یه سری یادآوری‌ها کنیم. یکی این که کلا یه اکشن یه الوکیشن رول یا قانون تخصیص داره و یه قیمت گذاری. حالا برای اینکه یه اکشن در واقع تروثفول یا صادقانه باشه، اولین چیزی که هست باید اون قانون تخصیصمون مونوتون یا یک نوا باشه. یک نوایی به چه معناه؟ به این معنی که ما با بزرگ کردن بیدمون یا اون پیشنهادی که داریم تعداد کالایی که بهمون اساین میشه کمتر نشه، یا ثابت بمونه یا بیشتر بشه. حالا اگر ما یه الوکیشن رول مونوتون داشته باشیم، لم مایرسون یه قیمت گذاری وجود داره که یکتاه و در واقع اون اکشن رو تروثفول میکنه. بریم جلو. محیط تک پارامتریه. چرا؟ چون که تک پارامتری به این معنی نیست که یک کالا به فروش میره، یعنی یک نوع کالا به فروش میره. کاتا کالای یکسان داره. یه آرایه پیشنهادات داریم که سورتش کردیم و بی یک از همه بزرگتره تا بی ان، و یه آرایه تخصیص داریم که حالا اینا با هم دیگه مرتبطن و تخصیص ها یا صفرن یا یکن، چون یا کالا گیر یکی میاد یا نمیاد. و جمع این تخصیص ها هم باید کوچکتر مساوی کا باشه، یعنی لزوما اینجوری نیست که حتما کا تا شیء بدیم، ممکنه که یه سری از کالاها حالا فروش نره. میریم جلوتر. قانون تخصیص پیشنهادی که ما برای قسمت الف داریم چیه؟ قاطعا هم چیزی که اول به ذهن آدم میرسه که بیا کاتا اولین بید رو بردار و به هر کدوم از این افراد یه دونه کالا بده. تو این حالت x1 تا x2 که میشن بیشترین بیدها، الوکیشن بیشترین بیدها همگی یک میشن و باقیشون باقی x ها یا صفر میشن. قاعدتا یک نوام هست دیگه. چرا؟ چون که شما وقتی یک کالا گیرت اومده، هر چقدر بید رو زیاد کنی کمتر نمیشد، هنوز تو اون تاپکا هستی. این از این. حالا لم مایرسون که توضیحش دادم، میخوایم حالا با استفاده از این لم قیمت گذاری یکتا رو پیدا کنیم. این رابطه رو توی کلاس دیدین قاعدتا، حالا خیلی وارد توضیحاتش نمیشم. صرفا اینه که میگه همه بیدا رو فیکس کن، اون بیدی که میخوای پرایسینگش رو مشخص کنی بیا از صفر شروع کن اضافه کردن تا خود اون بید، و هر جا که یه جامپ داشتیم، هر جا که اون تعداد کالایی که بهش تخصیص داده میشه بیشتر شد، بیا اون مقدار بیشتر شدنش رو ضرب در اون جایی که در واقع این اتفاق افتاده بکنی، همون زد جی که نوشته شده. قاعدتا میدونیم که رو نمودار بخوام نشون بدم بی یک تا بی یکا، اینا هر کدومشون یه تخصیص بهشون داده شده، این x. حالا از بی ان که شروع کنیم، این از صفر تا بی ان بریم جلو، این جامپی نداره. بی ان منهای کم همینه تا بی کا به علاوه یک، اینا هیچ کدومشون تخصیصشون تغییر نمیکنه. برای بی کا به بعد فرق داره. بی کا شروع کنیم از صفر اومدن جلو تا بی کا به علاوه یک، اینجا جامپ اتفاق میفته و اینجوری میشه. چرا؟ چون که بعد از بی کا به علاوه یک توی کاتا برترین بیت قرار میگیره و یک کالا بهش اساین میشه، پس پرایسینگش میشه دقیقاً همین تیکه. ببخشید اینجا از بی کا به علاوه یک میشه این تیک. برای جلویاش هم همینه، یعنی اینا هر کدوم میان تا بی کا به علاوه یک که جامپ اتفاق براشون میفته، وارد اون کاتا اولیه میشن و در واقع پرایسینگشون یکی میشه و فرقی هم ندارن با هم دیگه. طبق این پرایسینگ برای اونایی که قبل بی کا بودن همه صفره، چون که هیچی بهشون الوکیت نشده، پرایسینگ هم ازشون نمیگیره. برای بی کا تا یک همشون شد بی کا به علاوه یک پرایسینگشون. این از این که حالا یه مقدار
اوکی بود قسمت الف. قسمت مهمتر شد قسمت ب باشه. قسمت ب میگه که اوکی ما به عنوان برگزار کننده اکشن یه ایده داریم که این ولیوهایی که دارن افراد برای اون کالا از توزیع یونیفرم 0 و 1 میاد. خب و میخوایم که درآمدمون رو بیشینه کنیم. حالا این قسمت چیکار میکنیم؟ ما یه چیزی رو معرفی میکنیم به اسم ریزرو پرایس یا حالا قیمت کف. این چی هست؟ در واقع این کار میکنیم که میگیم که میخوایم یکم سخت‌تر کنیم الوکیشن رولمون. بگیم که اگر از این قیمت ریزرو پرایس کمتر بود بیدت، ما به تو کالا نمیدیم. یعنی حتما باید این قیمت کفه رو تو مهیا بکنی. و خب طبق این درآمد حاصل از این مشتری با ولیو VI و قیمت گذاری PI اینجوری میشه که اگر PI بزرگتر از VI باشه که همون PI رو گیرش میاد، در غیر این صورت صفر میشه. چرا؟ خب ایندیویدوال رشنالیتیه. چرا طرف وقتی که اون قیمت گذاری بیشتر از ارزشی که براش داره اصلا پول بده؟ صفر میشه دیگه. چیزی نمیده. این از این. حالا احتماله بچه این پی احتمال هست، با این پی قیمت چیش نکنید، اشتباهش نکنید. احتمال قبول کردن هزینه پی توسط مشتری با ارزش وی چیه؟ اینه که وی بزرگتر مساوی پی باشه که توی توزیع یک نواخت میشه 1 منهای پی. مثلا چه میدونم اگر قیمت رو 0.2 در نظر بگیریم میشه 0.8. احتمال اینکه یکی قبول کنه اون چیزو یعنی بیشتر از 0.2 باشه. امید ریاضی رو داریم، امید ریاضی درآمد یا expected revenue که میشه اون احتمال ضرب در واقع اون مقدار پرایسه که میشه پی در 1 منهای پی. حالا ما می‌خوایم اینو ماکسیمم کنیم برای هر فرد، پس مشتق میگیریم و برابر 0 قرار میدیم. مشتق میگیریم میشه 1 منهای 2 پی، 0 قرار میدیم، پی میشه 1/2. این اپتیمال ریزرو پرایسه، یعنی بهترین ریزرو پرایسی که میتونیم انتخاب کنیم اینه که اکسپکتد رونیو ما رو بیشینه کنه. حالا قانون تخصیص جدید توضیح میدیم. اینجوریه که تمام پیشنهادایی که کمتر از نیمه رو اصلا حذف میکنیم، یعنی اینا رو قبول نمیکنیم. کاتا بالاترین پیشنهادی که حالا بین اون باقی مونده ها هستن رو انتخاب میکنیم و اگر هم که کمتر از کاتا بودن به همشون کالا میدیم. یعنی ممکنه که یک سری از کالاها فروش نره اصلا. و یک نواییش هم چک کنیم این قانون یک نواییش هم فرقی نمیکنه دیگه با قسمت قبل. یعنی با بیشتر کردن قیمت شما قرار نیست کالایی رو از دست بدین، پس یک نوای مونوتون هست. قیمت گذاری جدیدم دقیقاً مثل همون بالا که در واقع از لم مایرسون استفاده کردیم هیچ فرقی نداره. صرفاً اینجا از نیمم باید رد بشه، یعنی تو اون نموداری که ما داشتیم از نیمم باید رد بشه حتما تا یه قیمتی داشته باشه. پس یه مکس گرفته میشه بین بیکای به علاوه 1 و نیم، یعنی حتما توی کارتای اول باید باشه و از نیمم بزرگتر باشه. خب سوال اینجا تموم میشه، ولی خب مثلا من برای خودم یکم سوال شد که توی حالت معمولیش ما کارت اولین رو برمی‌داریم. اینجا در واقع ممکنه که اصلا این سه آیتما فروش نره. این چجوری بیشترین درآمدو داره که حالا سرچ کردم و اینا. ما دو تا مسئله داریم، یکی اکس پست رونیو، یکی اکس انتی اکسپکتد رونیو. اکس پست رونیو اینجوریه که میگه ما وقتی بیدا رو می‌بینیم حالا ببینیم رونیو چقدر میشه. اکس انتی اکسپکتد رونیو اینجوریه که ما هنوز بیدا رو نمیدونیم. خب و ما در واقع میخوایم اکسپکتد رو بیشتر در واقع بیشینه کنیم و ما هنوز بیدا رو ندیدیم. به خاطر همین یه دیدی که از ولیو فانکشن داریم میخوایم یه جوری به حراج برگزار کنیم که در واقع بیشینه بشه چیزی که در واقع درآمدی که داریم. یه سری چی هم هست که حالا با اون من این روش رو بیشتر ترجیح دادم، ولی خب مثلا توی نقاله و اینا یه ورچوال ولیو هست که اینجا با 2 منهای 1 تعریف میشه و لم مایرسون هم ثابت میکنه که فروش کالا به مشتری که ارزش مجازی منفی داره درآمد حراجی رو کم میکنه. ارزش مجازی منفی کی میشه؟ وقتی که در واقع اون چیش بیش کوچیک‌تر از 1/2 باشه که همون چیزی بود که بالاتر گفتیم. خب اینم از این. سوال تموم شد. امیدوارم که خوب سوال رو فهمیده باشین و به امید روزهای بهتر. خداحافظ.